به نظرم یکی از خوشمزه ترین میوه ها انبه است. بریم که کیکشو با هم درست کنیم. برای تهیه کیک انبه نیاز داریم به انبه. انبه هامون رو میشوریم، پوست میکنیم و مثل فیلم برش میزنیم. کف قالبمون رو کاغذ روغنی میندازیم، حتما با کره چربش میکنیم و مانند فیلم انبه های برش داده رو روش میچینیم. باقی انبه ها رو هم پوره میکنیم برای داخل کیک. تخم مرغامون رو تو ظرف میشکنیم، بهش زست لیمو اضافه میکنیم. برای کیک انبه من از زست لیمو استفاده کردم، دیگه وانیل استفاده نکردم. شکر هم اضافه میکنیم و با همزن میزنیم. بعد از اینکه هم زدیم به مایه تخم مرغیمون روغن مایه و پوره انبه هم اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو تو چند مرحله اضافه میکنیم و هم میزنیم. مایه کیک آماده شده رو روی انبه چیده شده میریزیم و به مدت 40 تا 45 دقیقه داخل فرن میذاریم. اینم از کیک انبه که هم خوشگله هم خوشمزه است.